در کشور بوسنیا و هرزگوین گروه از لولیان شهر ووکوساوی میگویند از باران و سیلابه‌های اخیر یک هفته سپری شد، ولی آنها به کمک‌های بشری دسترسی پیدا نکردند. آنها میگویند که با کمبود آب آشامیدنی، غذا و دیگر اشیای نیاز اولیه مواجه میباشند. آبخیزی‌های اخیر نیم جزیره بالکان هزارها نفر را به ترک مکان دائمی زیستشان وادار نمودند. در مسکو خویش و نزدیکان اندری میرانوف مراسم یادبود این حامی حقوق بشر را دایر نمودند. میرانوف که در دوران شوروی همچون دیگراندیش نام برآورده بود، 24 مارس اثنای تیرباران شهر اسلاویانسک به هلاکت رسید. او به خاطر تهیه گزارش‌ها درباره مردم از جنگ‌ها اذیت دیده اوکراین به شرق این کشور سفر کرده همراه با صورتگیر ایتالیایی اندریا روچلی کشته شد. با دنبال سیل شدید در تاشکند پایتخت ازبکستان بعضی راه‌ها و نقب‌ها و مترو مسدود شدند. باران شدید در طول یک روز به سیل و آبخیزی در این کشور سبب شده است. حکومت ولایت خیبر پختونخوا در پاکستان در یگانه کاخ فرهنگی شهر پشاور شب فرهنگی را برای جوانان سازمان داد. مقامات میگویند به خاطر دسترسی بیشتر جوانان به موسیقی و تئاتر تصمیم دارند معرکه‌های به این مانند را بیشتر تشکیل کنند. پشاور از منطقه‌های محافظه‌کار پاکستان است که در سالهای اخیر با سلسله هجوم‌های طالبان مواجه شده است. در بشکک پایتخت قرقیزستان جشن خمیس برگزار شد که معمولاً از شیر اسب آماده می شود. نمونه های این نوشاکی سرخوش کننده که از 7 منطقه کشور به بشکک انتقال یافته بودند برای دیدن و چشیدن مهیا بود. خمیس در کشورهای ترک‌نشین آسیای مرکزی مشهور بوده، نوشاکی ملی قرقیزها به شمار می رود.